شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. تاجیکستان یگانه کشور آسیای مرکزی که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آشکارا مخالفت کرده بود، حالا کوشش دارد مناسبت را با این گروه اسلامی تندرو برقرار نماید. با وجود بعضی از دیدار ملاقات و سفر نمایندگان رسمی دو طرف، هنوز بین تاجیکستان و طالبان بعضی اختلاف‌ها مانده است. بخش مرکزی رادیو آزادی در این باره گزارشی آماده کرده است و قبل از برنامه از همکارم کامرسی عطا پرسیدم که خلاصه گزارش چیست و مناسبت تاجیکستان و طالبان در چه حال است. بله شهلا، طور اشاره کردید مقامات تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر به طور ناگهانی گفتگو و روابط را با همدیگر بیشتر کردند تا تنش‌ها را کاهش داده از درگیری مسلحانه در مرز طولانی مشترک پیشگیری کنند. بنا به گزارش‌ها منصبداران تاجیک و طالبان در ملاقات برای تقویت همکاری در بخش انرژی و تجارت تلاش دارند. با وجود پیشرفت‌ها، بعضی از کارشناسان میگویند که سطح ناباوری همچنان بالاست و اختلافات میان دو طرف سازش ناپذیر یا که آشتی ناپذیر میمانند. از جمله ادوارد لیمون، کارشناس آسیای مرکزی از دانشگاه تگزاس در امریکا، در صحبت با ما گفت که ما شاهد روند ادامه‌دار همکاری سرد هستیم. لیمون در صحبت با رادیو آزادی افزود که انتظار دارد دوشنبه و کابل در بخش‌های برای هر دو جانب منفعت‌دار از جمله طرح‌های اقتصادی مشترک به طور پرگماتیک یا عملگرایانه رفتار خواهند کرد، اما باور ندارد که دو کشور همه اختلافات خود را حل کرده توانند. از همکارم سوال کردم اختلافی بین تاجیکستان و حکومت طالبان بر سر چیست و آیا جانب‌ها می توانند در این زمینه با هم زبان یابند؟ بله شهلا، بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 دوشنبه و کابل یکدیگر را به پناه دادن گروه‌های مسلح گناهکار کردند. تاجیکستان این یگانه کشور همسایه افغانستان بود که بازگشت طالبان را به سر قدرت آشکارا محکوم کرد و این گروه مسلح را برای آرامی و ثبات منطقه خطرزا دانست. همزمان این گزارش‌ها هم وجود دارند که گویا دوشنبه بعضی از رهبران جبهه مقاومت ملی یک گروه ضد طالبان را که اساساً از تاجیکان افغانستان عبارت است پناه می‌دهد و یا با آنها در تماس است. تاجیکستان البته این ادعا را نپذیرفته است. سفارت افغانستان در دوشنبه زیر اداره شخصی است که از جانب حکومت سابق افغانستان تعیین شده است و گمان می رود به جبهه مقاومت ملی میل دارد. در عین زمان کنسولگری افغانستان را در شهر خاروق در ولایت مختار کوهستانی بدخشان یک نماینده طالبان اداره می کند. در همین حال تاجیکستان حکومت طالبان را به پشتیبانی از جماعت انصارالله، یک گروه افراطگرای مسلح، متهم می‌کند که اساساً از شهروندان تاجیکستان ترکیب یافته است. از کامرس همچنین پرسیدم که آیا جزئیات صحبت‌های مقامات تاجیکستان و گروه طالبان معلوم است و می‌دانیم که آنها از یکدیگر چه می‌خواهند؟ البته جانب‌ها به طور آشکار خواستهای خود را با رسانه‌ها در میان نمی‌گذارند، اما عبیدالله باهر، محقق افغانستانی از کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات طالبان از تاجیکستان طلب کردند که سفارت افغانستان را در دوشنبه به اختیار آنها بدهد. به گفته او طالبان همچنین خواهان بسته شدن دفترهای گویا نزدیک به جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان شدند. ادوارد لیمون از دانشگاه تگزاس آمریکا احتمالی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را از جانب تاجیکستان از احتمال دور می‌داند و او همچنین گفت که جانب تاجیکستان برای تغییر وضعیت حاضره انگیزه زیاد ندارد. تا این دم تنها روسیه حکومت طالبان را در افغانستان به طور رسمی اعتراف کرده است. تشکر. همکارم کامرسی عطا بود درباره همکاری‌های پنهان و آشکار تاجیکستان با حکومت طالبان در افغانستان صحبت میکرد. دوستان عزیز، تحلیل مفصل در این باره را همچنین میتوانید در وبسایت azadi.org هم بخوانید.